برای اینکه بتونی شغل مورد علاقه تو آلمان پیدا کنی باید این رو بدونی که حداقل 80 میلیون آدم هستن که توی اون مکانن و ما میخوایم بریم تازه از بیرون از بین اونها برجسته تر باشیم. پس تو باید متخصص باشی در هر زمینه‌ای که هستی. اما وقتی که آیک بودم چیکار می‌کردم؟ کلمه‌ها رو نگاه می‌کردم. من نگاه می‌کردم. میگفتم چجوری میتونم توی معرفی خودم بهتر استفاده کنم ازشون. ارتباط گرفتن به من کمک کرد که وقتی که الان واسه بار چهارم ماه پیش رفتم سمینار، من با هم سلام علیکم کردم. من میرفتم بهش میگفتم آره من تو با هم دیگه تو اشتراک سمینار با هم دیگه بودیم. آیا سازگاری داخل یک کشور جدید بعد از اینکه مهاجرت کردی هنوز واسط سخته؟ بهت قول میدم دوست خوبم این ویدیو به شدت داخل این زمینه کمکت میکنه. بریم با هم دیگه 3 تا موضوع اصلی که به شدت واسه آدما خیلی 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 تاثیرگذار، مهم و نقش آفرین هستش رو بررسی بکنیم. اولین مبحثی که خیلی واسه آدما مهمه زبان اون کشور هستش. یادگیری زبان. ما تو 2 تا مثال کوتاه مختصر و مفید راجع به زبان آلمانی با هم دیگه صحبت میکنیم. دومی پیدا کردن شغل در کشور مد نظرت هستش که چه روش‌هایی میتونه به تو کمک کنه و تجربه خودم رو بهت میگم که چجوری تونستم شغل رویاییم رو پیدا کنم. سومین مورد ساختن شبکه اجتماعی، پیدا کردن دوست. ما اگر بریم جایی و دوست پیدا نکنیم چجوری میخوایم زندگیمون رو بگذرونیم؟ اینا 3 تا موضوع مهمی هستش که میخوایم با هم دیگه توی این ویدیو به صورت کامل راجع بهش صحبت بکنیم. موضوع اول که یادگیری زبان هستش و من حجیر امروز درگیرش هستم. من تقریبا 10 ساله که زبان انگلیسی صحبت میکنم، اما مهاجرت کردم به کشوری که زبانش متفاوت تر از زبان انگلیسیه و باید زبان آلمانی رو داخلش خوب بلد باشی. زبان آلمانی واسه من چالش‌های خیلی زیادی داشت. من مواردی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم رو اینجا واسه شما نوشتم، کامل توی چارت آوردم واسه خودم که دقیق و کامل راجع بهش صحبت بکنم. یکی از مهمترین مواردی که در روزهای اول واسه من خیلی چالش برانگیز بود این بود که من تو جاهای عمومی که میرفتم نمیتونستم به درستی و به راحتی با اون اعتماد به نفسی که فکر میکنم زبان آلمانی صحبت بکنم. من با زبان انگلیسی وارد آلمان شدم، با دانش زبان انگلیسی وارد آلمان شدم و زبان آلمانی رو یواش یواش یاد گرفتم و قبل از اینکه وارد بشم رفتم تا آدو رو خونده بودم خودم به صورت خودخوان از روی یوتیوب. من از روی کانال دویچ میت سمی اینجا براتون میذارمش تا آدو رو خوندم و ویدیوها فوق العاده بودن. ممنونم از استاد عزیز که ویدیوهاش واقعا خوب بود و تا آدو رو که یاد گرفتم اومدم آلمان فهمیدم که نه قضیه خیلی جدی‌تر از این حرفاست. یادم یه روز رفته بودم کافه بدون قهوه سفارش دادم. این نوشیدنی‌های انرژیزای ما هستش که کلی روز ما رو سر پا نگه می‌داره. میخواستم یه کافی سفارش بدم و همون جا بود که برگشتم دیدم که من نمیتونم درست سفارش بدم. کم و بیش با چند تا اشتباه خودم رو به چالش کشیدم. این اعتماد به نفس رو با خودم گفتم برو صحبت کن. رفتم جلو و صحبت کردم با اینکه کلی هم اشتباه گفتم. این منظورمو فهمید، نفس بیشتری پیدا کردم. گفتم اوکی میشه یه سری کارا کرد. یا بخوایم جلوترش رو با هم دیگه صحبت کنیم. یادگیری دی داس و آرتیکل های آلمانی به شدت سخته. من از زبان انگلیسی میام که میگه the notebook the drink the laptop. آرتیکل هایی که واسه من سخت بود. مثل چی؟ مثل das Notizbuch das Getränk oder der Laptop. اینا واسه من سخت بود که من یاد بگیرم واقعا آرتیکلشون چجوری میشه و چجوری این همه کلمات مختلف رو اسمای مختلف رو من بتونم آرتیکلاشون رو حفظ بکنم. خیلی سخت بود و چالش برانگیز بود. چیکار کردم؟ اومدم واسه خودم برنامه‌ریزی کردم. گفتم خب هشی تو میخوای این کار رو یاد بگیری، ویدیوهای آموزشی رو نگاه کن. خیلی گیج کننده بودن واسه من. شروع کردم از فلش کارت‌ها و کارهای مختلف استفاده کردم. اومدم واسه خودم مشخص کردم. گفتم وقتی من دارم می‌نویسم دفتر زبان آلمانی منه. خب اومدم واسه خودم چیکار کردم؟ هر کلمه‌ای رو که می‌نوشتم در وهله اول به جای اینکه فقط معنی کلمه رو یاد بگیرم می‌مدم واسه خودم der die das zum Beispiel die Auflagenstärkste واسه خودم نوشتم die Bürste میشه همون برس مو. اومدم واسه خودم همه رو با der die das نوشتم die Kaninchen یعنی خرگوش‌ها. این آرتیکلشون رو اومدم واسهشون نوشتم. بعدن که رفتم جلوتر اومدم یواش یواش از همشون جمله ساز باهاشون جمله سازی کردم و وقتی که جمله سازی کردم گفتم آها این همون کلمه‌ایه که من با آرتیکلش نوشتم. چون اون میره تو حافظه تصویری شما. یه بار می‌نویسیش، یه بار میخونیش، یه بار دیگه هم توی جمله استفادهش می‌کنی، میشه 3 بار. حافظه تصویریت هم کمکت می‌کنه. برای یادگیری زبان به طور کلی خود من خیلی مقابله داشتم. یعنی گارد داشتم نسبت به زبان آلمانی. میگفتم یعنی چی اینقدر سخته؟ روزهای اول شروع هر کاری میتونه واسه شما چالش برانگیز باشه و بگی واقعا دیگه خسته شدم، دیگه نمیخوام.
اما تنها چیزی که تو ذهن من بود چی بود؟ این بود که من میخوام ادامه بدم، چون من واسه یه هدف بزرگتری اومدم آلمان. زبان نمیتونه من رو از پا در بیاره. مگه نتونستم یه زبان دیگر رو یاد بگیرم؟ این که دیگه چیزی نیست، اینم یکی دیگه یاد میگیرم. وقتی به خودم نگاه میکنم میبینم خب یه حجیری میتونه 3 زبان مختلف بلد باشه، فارسی، انگلیسی، آلمانی. اون حجیر بهتره نمیارزه به خاطرش من سختی ها رو حلشون بدم کنار و بگم ولش کن، یواش یواش یاد میگیرم. این تجربه شخصی خودم ها، گفتم یواش یواش یاد میگیرم. و از B1 که من کلاس گرفتم و با یه استاد شروع کردم جلو رفتم به صورت خصوصی، یادمه میرسیدیم به درس مثلا adjective declination ما رو A2 میرسیدم به اون درس، گفتم وای من نمیتونم اینا رو صرف بکنم. پیش خودم گفتم ولش کن، میرم جلوتر بعد درست میشه. رفتم جلوتر و واقعا درست شد. من ناخودآگاه انقدر خوندمش، هر روز 2 ساعت زبان خوندم، روزی 2 ساعت زبان خوندم، انقدر خوندمش هر روز که تونستم بعد از اون دیدم من دارم به صورت ناخودآگاه ازش استفاده میکنم، چون تماسم با زبان رو قطع نکردم. این اون مهمترین نکته‌ای بود که به من کمک کرد داخل این قضیه، چون من ارتباطم با زبان رو قطع نکردم. زبان مثل یک دیواریه که شما میخواید بچینیش، نمیشه دیواری که اون پایین و بتون زیرش هنوز سفت نشده دوباره آجر بچینی بری بالا، شله میفته. بذاری یواش یواش این مطالب تو ذهنت بشینه. پس این 2 مورد مهمترین مواردی که تو یادگیری زبان به شما کمک میکنه. جمع‌بندی میکنیم. چه کار باید بکنیم؟ اول از همه صحبت با افراد محلی. شروع کن و برو صحبت کن. هالو، ich heiße Hajir, ich komme aus dem Iran und ich bin 28 Jahre alt. woher kommst du؟ تمام شد. یه اینتراکشن خیلی ساده و شما ارتباط میگیری. اوکی، was machst du? Was machst du von beruflich? همین، به همین راحتی. چه کاری انجام میدی؟ کارت چیه؟ Diese Sprache, Deutsch bedeutet ich. Das ist zu schwer zu lernen, aber ich versuche. Vollgas mache ich. اینا رو به آدما میگی، بعد طرف میگه به به، آره بیا اوکی صحبت کن. این کلمه اون کلمه، ارتباط جدیدم میگیری. دوست جدیدم پیدا میکنی که جلوتر راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. تا اینجای کار اگه راجب زبان سوالی داری حتما واسم بنویس. من به طور کلی برای یادگیری زبان روزی 10 کلمه جدید از درس‌های قبلی که نوشتم رو میام دوباره. هر صفحه من 10 تاست، میبینی؟ هر صفحه من 10 تاست. واسه خودم میگم که دستخط من خیلی بده، میدونم. میام این کلمات رو واسه خودم میخونم و میگم با اوکی کلمه بعدی. بعد میام جلوتر باهاشون ایمیل و پرزنتیشن مینویسم. الانی که B1 هستم، پرزنتیشن نوشتن و به قول معروف ایمیل نوشتن کار منه. اما وقتی که A1 بودم چه کار میکردم؟ کلمه ها رو نگاه میکردم. میگفتم چجوری میتونم توی معرفی خودم بهتر استفاده کنم ازشون. یعنی که بخوام راجع به یه موضوع خیلی جنرال صحبت بکنم. الان دارم تلاش میکنم که بتونم راجع به موضوعاتی با دیتیل خیلی بیشتر صحبت بکنم، تما صحبت بکنم، دیتیلیت تما. واسه منم چالش برانگیزه، منم هنوز سختم بخوام صحبت بکنم، اما اصلا ابدا خجالت نمیکشم. فرض کن جاها رو عوض کن با اون آدمه. تو ایرانی هستی، یه نفر داره تلاش میکنه فارسی حرف بزنه، لذت میبری. هر چقدر غلط بگه لذت میبری. حرف بزن، بذار ببینن داری تلاش میکنی، بذار ببینن داری سعی میکنی، بذار ببینن زندگیت ارزشمنده چون میخوای رشد بکنی. بذار اینو ببینن آدما. موضوع دوم، پیدا کردن شغل. به شدت کار سختیه. اصلا دوست خوبم، آلمان مهد موقعیت‌های رشده، آلمان مهد موفقیته، آلمان مهد فرصت هاست. کی میگه سخته پیدا کردن شغل؟ منو نگاه کن، تو چشای من سخت نیست، فقط باید بیشتر تلاش بکنیم. دفتر آلمانیمون رو میبندیم، بریم سراغ اصل مطلب، پیدا کردن شغل. خب هشیر من زبان آلمانیم خوندم، اما شغل مورد علاقه‌مو پیدا کنم چیکار باید بکنم؟ یه نوشیدنی میخوری اول، انرژی بگیری، بعد برای پیدا کردن شغل شما باید آماده رد شدن از سخت‌ترین اتفاقا باشید. جمله قشنگه، میگه مسیر رسیدن به بهشت از تو دل جهنم میگذره. اگر قرار باشه سریعا آدم بترسه، سریعا خسته بشه، سریعا انرژیشو از دست بده، به چه درد میخوره؟ برای اینکه بتونی شغل مورد علاقه رو توی آلمان پیدا کنی باید این رو بدونی که حداقل 80 میلیون آدم هستن که توی اون مکانن و ما میخوایم بریم تازه از بیرون از بین اونها برجسته تر باشیم. پس تو باید متخصص باشی در هر زمینه‌ای که هستی. باید بتونی هر مهارتی رو توش تخصصش رو پیدا بکنی، یعنی بشی بهترینش تو کشور خودت. هر جایی که هستی باید بشی بهترین توی اون شغل، توی اون موقعیت. اون وقت بگی من انقدر کوالیفای هستم که برم اونجا تازه بین کسایی که کوالیفاید هستن واسه این قضیه من تازه اصلا من بهترم. این اون اتفاقیه که میتونه واسه تو رقم بزنه. این دیدگاه توه
بذارش کنار، بیا با هم دیگه عملی صحبت بکنیم. باید شروع بکنی به تمام شرکت‌های مختلفی که میشناسی راههای پیدا کردن شغل‌های آنلاین برای کسانی که زبان انگلیسی صحبت میکنن، برای کسانی که آلمانی بلدن تا این سطح. سرچ کنید، ساعت‌ها وقت بذارید. مگه من نکردم؟ من برای 300 تا شرکت رزومه فرستادم. 10 تای اول همون لحظه ردم کردن. 20می رسید ردم کردن. گفتم پس مشکل از منه. رزومه‌مو اشتباه فرستادم. اومدم رزومه‌مو درست‌تر کردم. اومدم مثل قابلیتایی که خبر نداشتم که خودم دارم رو اضافهش کردم. الان لیبنزلاوفی که واسه خودم نوشتم اینقدر کامله که یه نفر اگر حتی نخواد منو به یه کاری بگیره، من برای کار کردن با یه کامپیوتر به عنوان یه حسابدار، به عنوان یک مدیریت کننده قراردادها هم میتونه منو ثبت نام بکنه، با من قرارداد کاری ببنده. اینقدر این لیبنزلاوف خودمو بهتر کردم. پس اگر میخوای شغل مورد علاقت رو پیدا بکنی، درخواست‌ها زیاد، فکر رو بذار کنار. ویدیوی قبلی راجبش صحبت کردیم، چه کسی پیرن مرا جابجا کرد. اگر ندیدیش به پیشنهاد میکنم همین الان این ویدیو رو ببینید، چون اول باید اینو آماده کنیم، بعد باید انجامش بدیم. پس این ویدیو رو حتما نگاه کن. چه کسی پیرن مرا جابجا کرد خیلی بهت کمک میکنه. بریم جلو. مرحله اول، لیبنزلاوف آماده کن. هر مرحله‌ای که هستی. من دیپلم دارم، من فوق لیسانس دارم، من دکترا دارم. بشین بنویس، ببینم خودتو چقدر میشناسی. Wie kann ich ein Lebenslauf schreiben oder machen؟ سرچ کن داخل گوگل. نمیدونی چیکار بکنی؟ من چطوری میتونم لیبنزلاوف بنویسم؟ 1000 تا مدل واسط میاره. شروع کن از رو همون رو بنویس. خودت فرمو پر بکن. چه قابلیتایی داری؟ من میتونم زبان انگلیسی صحبت بکنم. من تا آ2 زبان آلمانی خوندم. داخل شرکت اسمشو نمیتونم بیارم کار کردم. چند سال کار فروش انجام دادم. با تمام قابلیت‌های کامپیوتر آشنا هستم. میتونم برنامه‌نویسی کمی انجام بدم. میتونم قراردادها رو انجام میتونم برنامه‌ریزی خیلی کامل، میتونم گروهی کار بکنم. اینا هیت پوینتایی که شما نیاز داری. بنویسی واسه یه کار. جنبه‌های ویژگی‌های فردیت رو هم بنویس. چه کارهایی بلدی؟ تو دوره زندگی می‌کنیم که زبان و کامپیوتر بلد نبودن به شدت سخت میکنه مسیر آدمو. باید با همه اینا و تکنولوژی آشنا باشیم. من باید بدونم چطوری از چت جی پی تی استفاده کنم. دوست دخترم شده. من همه چیزام با چت جی پی تیه. باید بتونم آماده رد شدن ها باشم. اگر ردت کردن کم نیار، خودتو هی بهتر کن و ادامه بده. همینجور رزومه بفرست و یواش یواش تماس‌هاتو بیشتر کن. شروع کن به شرکت‌ها زنگ بزن، خودتو پرزنت کن. چجوری میتونی خودتو پرزنت کنی؟ سلام به شما دوست عزیز، امیدوارم که احوالتون عالی باشه. حجیر هستم، از ایران باهاتون تماس میگیرم. من به شدت به شرط کاری شرکت شما علاقه‌مندم و احساس میکنم با توجه به ویژگی‌های خیلی خوبی که من دارم و تجربیات کاری که من دارم میتونم خیلی بهتون کمک بکنم. چطور مگه؟ چرا همچین فکری کردی؟ طرف تعجب میکنه. چرا پیش خودت فکر کردی میتونی پیش من کار بکنی؟ به خاطر اینکه من ویژگی میدونم که چندین سال در زمینه روش کار کردم، چندین سال با کامپیوتر کار کردم، برنامه‌نویسی بلدم، 3 زبان بلدم و میتونم به شدت تاثیرگذار باشم. اگر شما یه وقت مصاحبه به من بدید، میتونم این وقت ازتون بگیرم؟ آره این مثل این که خیلی جرأت داره. مگه من همین کارو نکردم؟ 300 تا شرکت رو چیز کردم، براشون درخواست فرستادم، بلند شدم رفتم دفتر فریبرز رفیعی، گفتم من برای بیمه میخوام بیام. زنگ زدم گفتم سلام روزتون بخیر، من میخوام یه نوبت بیمه بگیرم، یه نوبت بگیرم با آقای رفیعی، میخوام باهاتون صحبت بکنم. ترمین حضوری میخوای یا آنلاین؟ گفتم من حضوری میخوام. بلند شدم، لباس مرتب، فکرامو از پیش خودم قبل کرده بودم، چی میخوام بگم، چطور میخوام خودم رو پرزنت بکنم، رفتم جلو صحبت کردم. گفتم خب الان در لحظه سلام روزتون بخیر، من حجیرم، از اینجا از نقطه آ شروع کردم، به نقطه بی رسیدم، به نقطه سی رسیدم، به نقطه دی رسیدم. از نقطه دی به بعد میخوام با شما باشم، میخوام از شما یاد بگیرم. امکانش هست من بتونم کارآموزی پیش شما بگذرونم؟ فکر میکنم میتونم خیلی کمکتون بکنم. چه جمله‌ای شنیدم؟ حرفو همه میزنن. ببینم چند مرد حلاجی. و شروع کردم. 1 ساله دارم با تمام وجود هر چیزی که یاد گرفتم رو استفاده میکنم و فکر میکنم که هیچی بلد نیستم و دارم دوباره یاد میگیرم. این مهمترین چیزی که من دارم انجامش میدم. دارم یاد میگیرم و در این حال دارم انجامش میدم. دیگه هم حرف نزدم. دیگه هم حرف نمیزنم. فقط عمل میکنم. چون که اون فرصت شغل رویایی من بوده و وقتی شغل رویایی تو پیدا کردی حق نداری. یه جنبندی دیگه بکنیم. چجوری؟ درخواست بده. لینکدین، ایندید، برو شروع کن اکانت بساز داخلش. برو شروع کن رزومت همینجوری آپدیت کن. هی اطلاعاتو بیشتر کن. خودشون میان سمتت. خود شرکت ها میان تو رو پیدا میکنن. دوم از اون تماس بگیر. درخواست کارآموزی کن. من میخوام پیش شما کارآموزی کنم. این همه وقت صرف کردیم نشستیم داخل موبایلمون اینستاگرامو دوم اسکرولینگ کردیم. در پایان چی شده؟ اومدیم هیچی.
برو 6 ماه کارآموزی بگذرون، شاید از اون کار خوشت اومد. امتحان کن، انجامش بده، فقط استوب نکن. این مهمترین چیزی که به من کمک میکنه. اصلا نمیتونم بیستم، فقط میتونم برم رو به جلو مثل کانال. پس اگه دوست داشتی تا اینجا ویدیو واسط مفید بوده، لایک و محکم بکوبون و از همه مهمتر این نکته رو توی پرانتز بگم، تا الان کلی از ویوهای کانال رو به جلو ریخته به خاطر اینکه با وی پی ان های مختلف وصل میشه. ما ایرادی نداره، تو فقط گوش بده. اگه 1% این ویدیو واسط ارزشمنده، فقط به اشتراکش بذار، دوستاتم یاد بگیرن و بتونن این کارا رو انجام بدن، بلکه تو مسیر مهاجرت قوی تر بشن. پس مورد دوم که پیدا کردن شغل بود، شد چی؟ اول از همه اصلا به رد شدن و به درخواست قبول نشدن توجه نکن، فقط و فقط رو به جلو درخواستاتو زیادتر کن، رزومتو بهتر بکن و متخصص شو. توی حرفه‌ای که هستی متخصص باش، یعنی از تو بهتر دیگه وجود نداشته باشه، تو برترین باشی. اون موقع است که تو نتیجه. بارها و بارها فرصت‌هایی بوده که من با رقیبا و همکارای خودم توی یه مسیر رقابت بکنم. هیچ وقت نمیتونم تحمل بکنم که همکار من از من بهتر کار میکنه. واقعا نمیتونم بکنم، با اینکه همکارامو قلبا خیلی دوست دارم و دیدینشون چقدر با هم دیگه خوبیم. توی شبکه‌های اینستاگرام اینا می‌بینید، من هی باشون استوری می‌ذارم، اما نمیتونم تحمل کنم که همکاری وجود داشته باشه که داره از من بهتر کار میکنه. من باید اولین باشم، باید اصلا روزم شب نمیشه، شبم روز نمیشه. نمیتونم. دومین مورد، درخواست کارآموزی کن و انجامش بده، حتی اگر خوشت نمیاد. میبینی اینقدر فضای قشنگه که اصلا حال میکنی. بعد از اون سومین موردی که توی مهاجرت میتونه خیلی به شما کمک بکنه، ساختن شبکه ارتباطیه، دوست پیدا کردنه. من سختمه بخوام دوست پیدا بکنم، چیکار باید بکنم؟ 2 تا کار خیلی مهمو باید انجام بدی. باید توی رویدادهای متفاوت، دوره همیهای متفاوتی که بتونه از لحاظ اجتماعی به تو کمک بکنه شرکت کنی. بله ما هم چیزایی تو ایران نداریم، اما میتونی انجامش بدی. درخواست چجوری پیدا کنم؟ فیسبوک کلی رویداد وجود داره، شبکه‌های اجتماعی کلی رویداد وجود داره. سرچ کردن داخل گوگل، ایونت هایی که شما میتونید داخلشون شرکت بکنید رو سرچ کن و پیدا کن. به جای اینکه برم دنبال این بگردم که برم تومارولند شرکت بکنم، سرچ کنم چجوری میتونم داخل ایونت های متفاوت شرکت بکنم. و اولین ایونتی که من شرکت کردم سمیناری بود که بعد از 2 هفته آقای رفیعی به من برگشت گفت که بلند شو بریم سمینار، کت شلوار بپوش بیا با هم دیگه بریم. کت شلوار نداشتم، صادقانه کچلوار قرض کردم. کچلوار روز اول سمینار من که توی عکس اینستاگرام هم میبینید خاکستریه، قرض کردم. مهاجرت شوخی بردار نیست. قرض کردم، با کچلوار رفتم اونجا تک و تنها. زبان آلمانی -400. اوایل B1 بودم، زبان آلمانی بلد نبودم. نشستم داخل سمینار، شروع کردم به صحبت کردن. کی میخواد خودشو معرفی کنه؟ دستم بردم بالا. هجیر میخواد خودشو معرفی کنه. هجیر اشتباه میکنه، بخندید. هجیر 6 سال دیگه ببینید کجاست، بخندید. بلند شدم گفتم هالو ایش هایست هجیر. بعد سوال ازم پرسید، گفتم نمیدونم. گفتم ایش کوم اوستم ایران. بعد همینجاشم نگاه میکردم. بعد سوال دیگه پرسید، گفتم tut mir leid ich kann ihnen nicht sehr gut verstehen. بعد گفت که اشکال نداره بشین. اما من خودم رو معرفی کردم. توی کل اون سمینار همه داشتن با همدیگه صحبت میکردن، ولی من هر چیزی که اون روی اون تابلو نوشته میشد رو توضیح میداد رو با اینکه نمیفهمیدم به صورت کامل مینوشتم. توی اون دفترچه واسه خودم همه رو نوشتم. وقتی میومدم بیرون ازشون سوال میپرسیدم was bedeutet das können Sie bitte das mir erklären. اصلا آدما برام توضیح میدادن و نمیفهمیدم. ارتباط میگرفتم، باهاش آشنا میشدم. woher kommen Sie ich komme aus der Türkei oder ich komme aus der Lebanon oder ich komme aus dem Syrien. اصلا واسم جالب بود، ارتباط میگرفتیم. oder ich komme aus Deutschland ich bin Deutscher oder was. یعنی همین ارتباط گرفتنه به من کمک کرد که وقتی که الان واسه بار 4 ماه پیش رفتم سمینار، من با هم سلام علیک می‌کردم. من میرفتم بهش میگفتم آره من تو با هم دیگه تو اشتراک سمینار با هم دیگه بودیم، آره من تو با هم دیگه این کارو کردیم، آره ما با هم دیگه چطوری، خوبی، چه خبر، اوضاع چطوره، ویلایفتس. ببین یعنی این ارتباط گرفتن، این شرکت کردنه به شما کمک میکنه آدم‌ها شما رو ببینن. من شرکت کردم توی اون رویداده و همه چیزم گوش دادم، بعدش هم رفتم بیرون. به غیر از اون چی برداشت کردم؟ هدف رویداد بود. نمیخوای چیزی بیشترم یاد بگیریم؟ نباید من چیزی بیشتر هم یاد بگیرم؟ این قشنگترین قسمت از تجربه شخصی خودم بود. دوم از اون، برای اینکه شما دوست پیدا بکنید، این خیلی نکته مهمیه. هر چیزی که تو کشورت اتفاق افتاده رو بذار بغلت،
بذار بغل خودت. چجوری دوست پیدا می‌کردیم توی ایران؟ چجوری با دوستای خودمون دوست شدیم؟ سلام چطوری؟ چیکار می‌کنی؟ میگم به کوچولو با هم آلمانی صحبت بکنیم. من هر کسی رو تو آلمان می‌بینم میگم من آلمانی خوب نیست، میشه کوچولو با هم دیگه آلمانی صحبت بکنیم. یا باشگاه میرم داخل باشگاه میگم شما خیلی خوب اینو انجام میدید، میشه واسه من آروم به آلمانی توضیح بدید؟ können Sie mir das ein bisschen langsamer auf Deutsch erklären؟ بهش میگم میتونید این رو واسه من یه کوچولو آروم ولی آلمانی توضیح بدین که من باید چیکار کنم؟ با اینکه میدونم اون حرکت چیه ولی ارتباط میگیرم با آدما. stark Sie machen es sehr gut. خیلی خوب انجامش میدید. من میگه اش میگم آره با اینکه داشتید فقط با من توضیح میدید ولی بازم خیلی خوب شما انجامش میدید. شما چند وقت ورزش میکنید؟ Wie lange machst du Sport؟ به همین راحتی. Mein Name ist Hajir. Das freut mich zu sehen. همین به همین راحتی. Okay, wir können uns auf Instagram machen. یا ببین چه اینستاگرام هم دیگه داشته باشیم. ببین من حتی درست هم شاید نگم ولی متوجه منظور من میشه. لبخند هیچ وقت فراموش نشه. دوست پیدا کنیم به راحتی. هیچ اشکالی نداره. بذار جاها رو عوض کن. داری تمرین میکنی؟ من هجیر میام به فارسی بهت برمیگردم میگم که میشه لطفاً این را توضیح اگر امکان دارد آرامتر انجامش میدی توی باشگاه واسه من انجام میدی. بعد میگم شما این آن را خیلی خوب انجام داده اید. بعد میگه ای بابا ول کن خیلی خوبه. میتوانم شما را در اینستاگرام داشته باشم؟ قبول نمی‌کنی؟ قبول می‌کنی؟ دوست پیدا کنیم با هم دیگه. تو اینستاگرام هم دیگه رو می‌بینیم، اون میاد تو رو می‌بینه، تو اونو می‌بینی، خوشتون اومد، بیشتر با هم دیگه اینتراکشن پیدا می‌کنید. با هم دیگه صحبت می‌کنید. راستی من دارم میرم با دوستام کافه. می‌خوای تو هم بیای با ما با هم دیگه بریم؟ راستی من دارم زبان می‌خونم. میگم این قسمت از زبان شما پدر منو درآورده ولی من یادش می‌گیرم 100%. چون می‌خوام سری بعدی با هم دیگه راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. به همین راحتی آدم دوست پیدا می‌کنه. چون اون طرف مقابل رو وقتی خودتو بذاری جاش می‌فهمی که چقدر این اتفاق میفته. من توی بیبلیوتک نشسته بودم با دوستم داشتیم ادجکتیو دکلیناسیون میخوندیم. یه پیرزن آلمانی، این همه میگید آلمانا بدن، آلمانا اصلا از ما کله سیاها خوششون نمیاد، آلمانا اصلا جلو نمیاد. یه پیرزن آلمانی خیلی خوشگل اون برنامه بود استایل سانتیمانتالا. شماره‌اش هم هنوز دارم. نشسته بود اون و همینجوری ما رو نگاه میکرد. بعد که ما کارمون تموم شد گفت که ببخشید میتونم باهاتون صحبت بکنم؟ گفتم بله. گفت من پروفسور زبان آلمانی در اتریش هستم. الان برگشتم اینجا که وطن کوچولو سر بزنم ببینم چه جوری است. من دوست دارم بهتون کمک بکنم که ادجکتیو دکلیناسیون رو خیلی بهتر یاد بگیرید. گفتم که با کمال میل. با همدیگه 2 جلسه تو همون بیبلیوتک گذاشتیم. با من هماهنگ کرد و پیش من اومد برگه های آموزشیشو آورد که همه رو چند خوشگل توضیح برای من مثال میزد و میگفت که اینو اینجوری یاد بگیر. من از همون موقع یاد گرفتم چون که میخواستم این ارتباط رو شکل بدم و دوست پیدا کردم. این دوست پیدا کردنه فقط و فقط اینجوری امکان پذیره. ول کن که اونا راجع به چه فکری میکنن، ول کن که تو راجع به اونا چه فکری میکنی. مگه دوست پیدا کردن با قضاوت میره جلو؟ اصلا. پس دوست گلم این 3 موردی که با هم دیگه صحبت کردیم مهمترین مواردی که داخل آلمان به کمکت میاد و تو رو نجات میده از اینکه مهاجرت بهت سخت نگذره. شما با زبان جدید میتونی چالش های این مسیر رو واسه خودت حل بکنی. وقتی مدرکش رو گرفتی، مدرک بیوان رو گرفتی، که من دقیقاً داخل ویدیوهای بعدی راجع به همین صحبت میکنم که من الان که دارم آماده میشم واسه امتحان، من الان که دارم با شما صحبت میکنم دارم آماده میشم واسه امتحان B1 که مدرک رو بگیرم. من سرتیفیکات این که B1 هستم رو دارم اما مدرک B1 رو ندارم. تست زبان دادم و گفتن تو B1، اوکی، اما این مدرک رو باید بگیرمش. که من میگم من مدرک B1 رو گرفتم، مرحله میرم جلو. پس برای اینکه من بتونم این زبان رو یاد بگیرم، این 2 موردی که بهت گفتم، صحبت کردن، شروع کردن، معرفی کردن خودت در کافه، باشگاه، مدرسه، دانشگاه، هر جایی که هستی، خیلی میتونه کمکت بکنه. دست و پنجه نرم کردن با گرامرش خیلی میتونه سخت باشه، اما ویدیوها رو نگاه کردن و کم نیاوردن ادامه دادن خیلی میتونه کمکت بکنه که نتیجه بهتری بگیری. روزی 10 تا کلمه فوق‌العاده جادو میکنه داخل زندگیتون، فوق‌العاده. دوم از اون پیدا کردن شغل بود که با هم دیگه گفتیم اصلا به این فکر نکن که اگر رد شدی تو کوالیفاید نیستی، تو آدم کافی نیستی، تو خیلی خوبی، اونجا جای تو نیست. جای تو یه جای دیگه است. ادامه بده تا جا تو پیدا بکنی. 2 تماس بگیر، شروع کن، ایمیل بزن، خودت به شرکت ها دنبال این نباش که جایی بتونی پیداشون بکنی. بهترین شرکت های آلمانی در زمینه بیمه کجا هستن؟ من میخوام برم باشون کار بکنم. اون آدمی که دوستش دارم کجاست؟ اون آدمی که میخوام باش کار کنم کجاست؟ ایمیل بزن، آدما ایمیلاشون رو چک میکنن. چرا که نه؟
به خودت جسارت این رو بده که بخوای انجامش بدی. اول جرأت پریدن، بعد لذت پرواز. سومین موردی که میتونه بهت کمک بکنه ساختن شبکه ارتباطیه. یهو میبینی 5 سال داخل آلمان هستی، 20 تا دوست داری، کار مورد علاقت رو داری تلاش میکنی نتیجه میگیری. اینجا خونه است. هر جایی که آدم دوستاش، کارش، آیندهش، همه چیزش باشن، اونجا خونه است و تو تبدیل میشی به یک شهروند آلمانی. این ویدیو رو اگر دوست داشتی حتما واسه دوستات بفرست، چون واسه اینکه بخوام کمکت بکنم اینا کارهایی بوده که خود من انجامش دادم و دارم الانم انجامشون میدم. این از این. امیدوارم این ویدیو واسات خیلی کمک کننده باشه. اگه دوستش داشتی حتما لایکش کن، کامنت که بذاری که دیگه جاد رو چشای منه. این ویدیو رو به اشتراک بذار واسه دوستانت که بتونن از پس این 3 مورد خیلی سخت بر بیان. امیدوارم که چه سینه‌خیز چه پرواز کنان همیشه با خدا رو به جلو باشی دوست خوبم. خدا نگهدار.